بریم سایه پردازیش رو شروع کنیم. میخوام با مداد 2B شروع کنم. از این قسمت بالایی شروع میکنم که هرچی دستم به سمت پایین میاد سایه هم اینام کثیف کاری نکنم. از این بالا سایه میدارم. اول میخوام از سرش شروع کنم. این قسمت ها رو چون میدونم تیره است مثلا مشکلی نداره که بخوام یه حالت دورگیری اینا براش انجام بدم. این قسمت یه روشنایی داریم، پس هرچی مدادمو به این ور میبرم یه خورده فشار دستم رو کمتر میکنم. میتونی یه سایه یه دستم بزنی بهش مثلا با دستمال اینا محو کنی که بافت مقوات اینا بیشتر پوشونده بشه. این چشمشم همونطوری مثل اون ور به این سمت که میام یه کم فشار دستم رو کم میکنم، یه روشنایی کوچیک براش میذارم. حالا میریم سراغ سرش. این قسمت هم یه روشنایی دارم، این قسمت های بالا هم خب باز کم رنگ تره. به سمت نوری که خورده فشار دستم کم کنم. این قسمت ترجیح میدم که یه خورده یه سایه کم رنگی هم داشته باشه. حالا میخوام برم رو قسمت شاخک‌هاشو اینا جا این دونه بدونه این بند شاخک‌هاشو میکشم. مثلا حواسم هستش که کجاش نور داره اون نوره رو بذارم. این از این. حالا میریم بند بعدی. تار کمرنگ داره میخوام با هاشبه بذارم. حالا میرم سراغ این شاخک این وریش. این تقریبا تا این قسمت که موهاشه. حالا اینا چیه واقعا؟ موه. حالا در اون پرتابی دیگه. اینا رو میذارم. بعد حالا میرم سراغ شاخکش، چون شاخکش رفته پشت این موهاش یه خورده اومد بیرون تر از حالا بند بعدی همینطوری یکی یکی سایه میزنم این بندای شاخک هاشو که حالا گم نکنم و اینا. حالا اینم از این قسمت. میخوام الان برم این پاهاشو بکشم با مداد هاشبه. این نوک پاهاشو آخرین بند پاشو یه سایه کمرنگ میزنم. حالا باز این قسمت ها که تیره تره میرم با همون مداد 4B.
از این. حالا اینم بند پاش. یه سری نورا که داره اون آخر سر میذارمشون. حالا میرم سراغ پای بعدیش. این از این بند پایینی پاش که میکشمش از اینجا. حواسم به جای نورش هست که این قسمت یه نور داره. خب حالا این بند بعدی پاش یه بند باریک اینجا بعد که وصل میشه به بدنش. حالا این چی این قسمت بدنش اینجا رو میخوام حالت خود موهاشو بکشم با مداد اچ. میام چون کم رنگه این قسمت های بیرونش کم رنگه، میام با مداد اچ اینطوری حالت مو اینا رو براش میکشم. حالا باشه یه سری جاهاش که پررنگ تر بود با مداد مثلا هاشبه یا مثلا به و اینا میام درستش میکنم. این قسمتی که مثلا به بالش وصل شده یه خورده پررنگ تره موهاشو اینا، یه قسمت اینطوری پررنگ تر میکنم. بعد با همون مداد اچ دوباره ادامه میدم این قسمتو. خب این قسمتش هم همونطوری حالت موهاشو میکشم. خب حالا باز اینجا رو میام با مداد هاشبه باز فرم موهاش به این حالته و یه خورده تیره تر اینا رو باز کار میکنم. این حالت رفت و برگشتی ولی تو جهت مثلا خود تاره موهاش رو اینا کار میکنم. مثلا یه تیرگی داره که حالا من با این نمیذارم ولی بعدش با بدو یا مثلا به 4 اینا پررنگ ترش میکنم. البته با اینجوری هاشویی بزنم. خب حالا میام قسمت های تیره تر رو با همین مداد B4 که گفتم میام اینا رو تیره تر میکنم جایی که لازمه تیره تر بشه. چند تا تار تیر اینجاست، چند تا اینجا میکشم. اینجا مثلا تیره تر از اون بره اینجا رو انجام میدم و اینجوری میکشم. یه خورده دیگه میام با مداد اچ روی اینا مرور میدم که حالا اگه یه سری جاها که خالی تر پر بشه.
بده رو میکشم و حالا این قسمتی که بالش وصل شده به تنش. خب اینم از این. حالا میخوام بند پای این ورش رو بکشم. اولا این بند نازک سر پاش که خودم بیرون زده تر شد. حالا یه معاینه داده دوبه این قسمت های تیره تر رو کار میکنم. خوردم کنه کمرنگ تر میکنم. اینو نسبت به پای اون ورش پارک تر شده بود. حالا با مداد اچ یه سری جایی که خیلی پا شده میگیرم. دوباره این ور پا رو این کار میکنم. اول از همین قسمت تیره شروع میکنم. یه خورده نوک مدادم رفته با تیزش کنم. یه با این مداد اچ این نوک پاشو میکشم. دو تا دیگه از پاهاش مونده. قسمت که یه روشنایی داره میذارم، ولی خب باز بعدش هم لازم بود با پاکن یکم روشن ترش میکنم. با مداد اچ میام این قسمت میذارم. هرچند پاش نمیدونم سایه خورده یا حالا هرچی تیره تره این بندای پایینشم اینا رو کار کنم. انشالله با این مداد هاشمه این قسمت تیره تره رو میذارم. حالا این پای بعدی قسمتی که تیره تر میکنم. حالا باز میام با همین مداد این قسمت نوک پاشو دوباره سایه میزنم. من جایی لازم داشت میگم که با یه مداد دیگه تیرگیشو در میارم. این پایین پاش تیره تره میام با همین مداد هاشمه یه خورده حالت مهتری میگیره. عشان اینجا چرک شد مرتبش میکنم. خب حالا این قسمتم خود روشن تره چون دست کشیدم روش اینطوری شد. این قسمت دومش. حالا بریم دومش معمولا یعنی کلا تیره تره بیشتر قسمتاش. واسه این با همین چهاربه میام شروع میکنم دیگه هم سایه پردازی شو. این قسمت بندی که دومش تیکه تیکه شده قسمت تیره تره. مثلا این تیرگیشو میذارم بعد به سمت بالا خب یه خورده روشن تره یعنی محو نشده از بالا محو شده به سمت پایین. این قسمت رو من همین کار میکنم از بالا به سمت پایین محوش میکنم. اگه جایی یه خورده مثلا حالت بافتی چیزی داشت یه روشنایی داشت یه اینطوری مثلا حجمی داشت حالا این قسمتش تیره تره باز به این ور که رفته روشن تره. اینا رو میذارم دیگه حواسم هستش که همش یه دست نشه. این قسمت همونطوری این بند دومش رو مرتب میکنم چون که اون ور مثلا قطرش بیشتره این ور یکی باشه. خب این از این. حالا میریم بند بعدی. خب
قسمت ها یکیشو میذارم. از بالا یه حالت سایه‌ای مثلا به پایین داره این تیرگی، اینو در بیارم. خب حالا این قسمت بعدی. این اول از اینکه این بنده قطرش بیشتره اینو مشخص میکنم برای خودم. حالا باید این قسمتاش روشن‌تر سایه خورده. خب این قسمت ها باز تیره تره. خب یه خورده اینطوری داره، ایناشو مشخص میکنم. به مدت اچ دارم این کار میکنم. این که از این قسمت یه خورده بالا رفته، یه خورده هم که به پایین اومده. با مدت حاشیه میام قسمت ها رو سایش رو انجام میدم. خب این قسمت یه خورده روشن‌تر بود بندش، این بود بند بعدی خیلی تیره تره. اینو میام با همین 4 به اینا دوباره اینو مشخص میکنم. قسمت یه روشنایی داره، سعی میکنم بذارمش اینجاشو رنگی نکنم که باز نشه کلا دیگه پاکو نرورد. خودم آخر دومش کنم پاکش میکنم دیگه. قسمت بالاش چون روشن‌تره میام اول، یعنی یه سایه کلا داره، میام اول با مدت اچ یه سایه کلا میذارم رو قسمت بالاش. خب این قسمتش هم چیزی من اصلا راحت نیست، ولی خب حالا سعی می‌کنم یه طوری انجامش بدیم. خب این از این. حالا میام با مدت حاشیه خب احساس می‌کنم یه خورده تراشش کنم که تیز بشه بهتره. حالا میام این قسمت رگه های بالش و اینا رو با این مشخص میکنم. اگه یه قسمتش هم مثلا یه سایه‌ای داره که مداد اچ براش کم رنگ بوده، مثلا از این قسمت یه حالت سایه به این برخورده، با همین مداد هاش به میذارمش. اینم از این. طوری بالاش هم مشخص میکنم. توی هر قسمت از بالش که میبینم مثلا یه وری سایه داره که اون سایه مداد اچ براش کافی نبوده، اونا رو میام دوباره با این مداد هاش به کامل تر میکنم. مثلا قسمت از اینجا سایه خورده به این ور، خب اینجا الان میبینی خود اینجوری سایه داره. بعد اینجا خوبه
اینطوریه و اینم از این قسمتش هم یه خورده تیره تره. بعد میام حالا اینجا رو با همین مداد اچ یه سایه کمرنگ میزنم که کلا خیلی خالی خالی نباشه. خب حالا بالای بعدی، بالا از این قسمت که کلا تیره است. خب حالا اینا رو میام مشخص میکنم، این رگه های بالش و اینا رو. این از این اینا رو مشخص میکنم. این قسمت خود تیره است انگاری که رفته زیر بالش. خب اینجا رو مشخص میکنم. حالا یه سری قسمتاش که مثل همون ور بالش تیره تره، اینا رو با همین مداد هاشبه یه سایه میذارم. با مداد اچ یه سایه کمرنگ دوباره رو کل بالش میذارم. جایی که دستم خورده چه شده رو مرتب میکنم با پاکن خمیری. اینجا حالا دلیلش چی بوده چطوری شده، قسمت ها رو مرتب میکنم. خب حالا میام این تونالیتی که داره رو میخوام مشخص کنم. از کمرنگ ترین یکی که با همین مداد اچ بود که سایه زدیم قسمت بالش و اون پرای روی پشتش، موهای رو پشتش که این بود. این با فشار دست متوسطه. حالا اگه این فشار دست رو کمتر یا زیادتر کنی، رنگای تیره تر یا روشن‌تری رو بهش مداد اچ بود. خب اینم از این که مثلا واسه این قسمت ها ازش استفاده کردیم. یه همچین تونالیتی داره. یه چیزی من یادم رفته الان یادم اومد که من نوراش هم نذاشتم. یکی هم با مداد B2 بود و بعدی هم که مداد B4 که واسه قسمت‌های خیلی تیره ازش استفاده کردم. خب این از این. حالا میام نورایی که داره رو مشخص میکنم. حتی این قسمت بالا، یکی این بالای سرش یه نور زیادی خورده، یکی هم داخل قسمت چشماش. اینا اینجا، این قسمت، اینا اینجا، چون مشخصشون میکنم. روی قسمت بالاش یه سری روشنایی داره. خب من سعی میکنم با همین پاکن خمیری بذارمشون. این از این قسمت روشنایی داره اینطوری. خب این بالای این قسمتش هم روشنایی که داره میذارم. یه سری روشنایی خیلی کم داره. بعد اینجاشو مرتب میکنم. من پاکن این خط اضافیشو پاک میکنم. حالا مثلا با خود این بخوام اینا رو مشخص کنم. خب حالا میرم رو قسمت دومش. اینا رو روشنایی‌هاش اینا رو مشخص میکنم. خب این شد از این. حالا این درجه خاکستری که من اینجا مشخص کردم با مدادهای مختلف، اینا میشن چی؟ میشن تونالیته
خاکستری که داخل این زنبوره استفاده شده. این که مداد H بوده، این HB بوده، اینم به 2 بود و اینم که به 4 و تمام.